بهانه‌ای بود برای گرفتن تضمین امنیتی از این نظامی که تا 2 سال پیش دوستان خیلیشون بهش تبهکار میگفتن. صحبت کردن از ایرانی که نرمالیزه و عادی شده باشه در روابط بین‌الملل غیر ممکن بود. 2 سال گذشته این مذاکرات به جایی برسه و نرسه، ایران عادی شده. الان یواش یواش صداهایی از هیولا بودن عربستان داره در میاد که ما ازش توقع نداشتیم. برای همین جام زهری در کار نیستش، انشای توافقی در کار نیستش. آقای خامنه‌ای به نظرم با هوشمندی حرف تاماس فریدمن در نیویورک تایمز پریروزه، گفت اگه من خونه‌ای داشته باشم حتما میدم که آقای خامنه‌ای بفروشه. یکی از بهترین نگوشیترها و مذاکره کننده‌های دنیاست. 1-6 مذاکره کرد ایران در یک طرف و 6 تا قدرت بزرگ جهان در طرف دیگه. از سر 90,000 تا شروع کرد. ولی آمریکا کجا بود آقای مصطفی اون موقع؟ آمریکا گفتش که ما به هیچ وجه نمی‌گذاریم ایران هر گونه فعالیت هسته‌ای خطرناک کنه. آمریکا عقب نشینی کرد. آمریکا پذیرفت ایران داشته باشه و 1 سال هم با بمب فاصله داشته. تمام مخالفان این توافق با اشکال و صورتک‌های مختلفی که میزنن، حرفای مختلفی که میزنن، میخوان این توافق شکل نگیره. چون توافق یعنی عادی شدن این نظام که ما دوست نداریم، عمامه دارن در داخل، ما به هر دلیلی باش مخالفیم. این نظام میشه نظام عادی مثل ترکیه، مثل عربستان و غیره. واقعا تأثیری که مخالفان و دلپاپسان بر روی کل مذاکرات داشتن بسیار غیر قابل مقایسه بود با تأثیری که اروپا و اسرائیل و عربستان و اون طرف داشتن. اینجا هم به نظر من ترامپ اونقدر مسئلهش داخل ایران نیستش. پیامی که داره میفرسته مکمل اون 200 خورده میلیارد دلار اسلحه‌ای که به کشور عربستان سعودی فروخته. پیام انداختن دست‌ها به دور گردن ایران و خفه کردن توان دفاعی ایران. دو نکته‌ای که روش تاثیر گذاشته کجا هستن؟ یکی توان موشکی ایران و یکی هم متحدان منطقه ایران، یعنی ابزار دفاع این کشور. و به نظر من اولا که 2 بخش داره برجام. یه بخش برجام این بود که ما از حقوق به حق هسته‌ای خودمون عقب بنشینیم و اون طرف هم اجازه بده که تحریم‌ها برداشته بشه و اجازه فعالیت اقتصادی آزادانه به ما بده و قرار بود که این سرمایه‌گذاری بسیار زیادی رو جذب کنه. ببینید وقتی که ترامپ میاد چنان وحشتی ایجاد میکنه، صحبت رو تا آستانه جنگ میبره، صحبت رو از پاره کردن برجام شروع میکنه، این مسلما در دل همه سرمایه‌گذاران وحشت ایجاد میکنه. بانکداران جهان همین الان هم در این 1 سال و نیمی که از تصویب برجام و اجرایی شدنش از تاریخ ژانویه 2016 به این سمت گذشته سرمایه‌گذاری در ایران نکردن. حالا فکر کنید از این سخنرانی بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. برای همین اولا که موفق مواهب اقتصادی برجام رو عملاً منفعل و تعلیق کنه و عملاً اون بخش اقتصادی برجام به کنار رفته. همین الان شما باید تمام شده در نظرش بگیرید. اما مسئله بعد به نفع ترامپ بود که برجام رو پاره نکنه و به این شکل یک در واقع پا در هوا نگه فرمودن در مورد مسائل دیگه و به نظر من به ویژه در مورد مسئله موشکی ایران بکشه و همین به نفعشه که این بازی رو ادامه بده، در حالی که اگر از برجام ترامپ بر اساس گفته خودش بیرون آمده بود بعد اون موقع باید با عواقب حقوقیش روبرو میشد، بعد با اروپا درگیر میشد، بعد با روسیه و چین درگیر میشد. برای همین به نظر من ترامپ از برجام بیرون نخواهد آمد. این وضعیت رو به عنوان استخوان لایزخم همچنان ادامه میده. حالا ایران باید چه بکنه؟ به نظر من اگر ما برگردیم به اینکه در دوره مذاکرات چه اشتباهی کردیم ما. ببینید در دوره برجام چه چیزی بود؟ برجام رویه و روبنای حقوقی پذیرفته شدن ایران به عنوان قدرتی منطقه‌ای بود و این روبنای حقوقیش بود، چیز بیشتری نبود. کسانی که اومدن برجام رو به عنوان یک شاهکار حقوقی و دیپلماتیک مطرح کردن و بعد هم یک امر جناحی و ازش گاو سامری ساختن که قرار تمامی بیماری‌های تاریخ چند صد ساله ما رو شفا بده و یک شب ما رو ملتی مدرن و قدرتمند کنه و به نظر من اونها بحث رو از منطق و از کارشناسی بودن خارج کردن. مخالفانشون هم به دام افتادن، اشتباه کردن، اومدن در واقع کسانی که به دلواپس شناخته می‌شدن اونها هم بحث رو به جای اینکه کارشناسی و تخصصی در مورد جزئیات این قرارداد انجام بدن، اونها هم افتادن به این دام که مثلا بگن
کلا مذاکره غلطه و اصلا هر گونه مذاکره و اعتماد با آمریکا اشتباه. کسی قرار نبود اعتماد کنه. ما نیازمند دولت سایه‌ای بودیم که بتونه مو رو از ماست بشکافه و سر تک تک تبصره‌های برجام حرف بزنه که ما امروز به این مخمسه نیافتیم. ولی ما باید همین الان از حرفی که آیت الله خامنه‌ای سال‌هاست داره میزنه، برای اینکه این نقطه به نظر من تا حد زیاد دیده بود. ما همین الان باید به اون اقتصاد پس از برجام که نام دیگرش اقتصاد مقاومتی بریم، برای اینکه اگر ما آمادگی اقتصادی داشته باشیم اون موقع است که میتونیم دستمون باز باشه از کلمه لغو برجام و پاره شدن برجام توسط دونالد ترامپ به لرزه و وحشت نیفتیم. ببینید 100% وضع مناسبی برای مردم ایران نیستش، اما چه اتفاقی افتاده؟ من معتقدم که وضعیت ما مثل وضعیت مردم آمریکا در روز 12 سپتامبر سال 2001. ما مورد حمله تروریستی قرار گرفتیم، تروریسم اقتصادی. یعنی ما بعد از 2 سال نشستن در اتاق در مقابل 5+1 و امضا کردن قراردادی که همه جهان اون رو تایید کرد، توسط رئیس جمهور آمریکا که اون قرارداد رو پاره کرد، مورد حمله تروریستی قرار گرفتیم و اقتصادمون مورد حمله تروریستی قرار گرفته. به نفع ترامپ بود که برجام رو پاره نکنه و به این شکل یک در واقع پاداش. من از شما میپرسم آقای زراعتی، 1 سال و نیم پیش یا 1 سال و 9 ماه پیش چه کسی به آقای ترامپ نامه نوشت که مردم ایران و 80 میلیون ایرانی رو مورد این حمله تروریستی یا مورد تحریم‌های اقتصادی قرار بده؟ خاطرتون هست اون نامه معروف از 30 نفر که بسیارشون در تلویزیون شما هم میان و میرن، و مهمتر از همه آقای رضا پهلوی که از آقای ترامپ درخواست کرد این حمله اقتصادی و این حمله تروریستی رو بر مردم ایران اعمال کنه. و پس از این افرادی که خواستن این حمله اعمال شه، یک بخش دیگه هم داشت. ما با یک شکل آپدیت شده از جنگ طرفیم در حال حاضر که من اون رو در 1 سال گذشته به عنوان جنگ رسانه‌ای روانی نامگذاری کردم. مثال ساده‌اش رو در 1 ماه 2 ماه پیش در رابطه بصره و خرمشهر دیدید. به مردم خرمشهر گفتن که آب شما به عراق میره و به مردم بصره گفتن آب شما به ایران میره. تلویزیون شما یک از کسانی بود که میگفت آب مردم ایران به عراق میره. چه اتفاقی افتاد؟ رابطه ایران و عراق به خطر افتاد. همینطور داستان دروغ درباره توریسم جنسی در مشهد. چه چیزی مورد هدف گرفته که مقدار منحرف میشه از بحث. مسئول این وضعیت رو شما خودتون گفتین که مسئول رابطه ایران عراق این چه وزارتی؟ این 12 میلیارد صادرات محصولات ایرانی به عراق. این رو اضافه کنیم به علاوه تحریم. حالا من از شما یه سوال دیگه دارم. 1 سال خردی آقای ترامپ سر کار هست. قبلش این مشکلات از کجا میومد؟ کدوم مشکلات؟ سپرده‌گذاران، نظام بانکی کشور، رکود، تورم، به هر حال اینا مسائلی نیست که توی 1-2 سال اخیر اتفاق افتاده. نمیدونم چند سال به انگلستان اومدیم. من 19 سال در انگلستان هستم. بحران اقتصادی سال 2008 رو تجربه کردم. بدترین فسادهای تاریخ رو تجربه کردم. در همین کشوری که هستیم گوگل نزدیک 5 میلیارد دلار دزدی مالیاتی کرده، هنوز هم پس نداده. همه کشورها مشکل دارن. مهم اینه که آیا ما ساختاری داریم که بتونه اون مشکلات رو برش فائق شه یا نشه. آدم مریض میشه. مسلماً داریم. مگه ما با یک دولت ملت داریم؟ مگه ما زمان شاه هستیم که یک حکومت در واقع یک شرکت خصوصی بود که 2 نفر 3 نفر ادارهش میکردن؟ ما با یک ساختار، ممکن شما ساختار دوست نداشته باشید، ولی ساختاری که آقای خمینی بره نفر بعدی میاد، آقای خامنه‌ای بره نفر بعدی 10 نفر میتونن بیا. این ساختار خودش رو تونسته اصلاح کنه. یک مثال خیلی ساده بزنم. من شما خودتون رو مقایسه کنید. ما در تمامی 200 سال گذشته وضعیتمون از نظر امنیتی چی بوده؟ یعنی ما 24 ساعته در ما نزدیک چند هفته‌ای در سال 1300 1299 اشغال نظامی از جنوب توسط انگلستان، شمال توسط روسیه تزاری شدیم. در سال 1120 24 ساعت رضا شاه کبیر با اون همه دبدبه کبکبه 24 ساعت ارتشش فرو ریخت، اشغال نظامی شد، ارتش خدا فرار کرد. اگه از بحث تاریخی ما از بیرون مدیترانه و افغانستان در اختیارمونه. ما هیچ وقت در 400 سال گذشته این اقتدار رو نداشتیم که امروز داریم. مسلمه که آمریکا، مسلمه اسرائیل، مسلمه عربستان سعودی چنین چیزی رو نپذیرن و مسلمه کسانی. آقای علیزاده الان ببینید ما یه مجموعه‌ای از به هر حال عقایدتون رو شما الان گذاشتید روی میز. کدوم یک از اینا مشکل گشای مسائلی که شما خودتون هم میگید مناسب نیست برای مردم ایران؟ من گفتم به شما مگه در مثلا الان ما اقتدار داریم تو منطقه، همه اینا درست، اصلا در 400 سال گذشته ما اینقدر نفوذ نداشتیم. این ساختاری که شما میگید حل میتونه بکنه این مسائل رو، چطور تا حالا نتونسته حل بکنه؟
اولا که این اتفاق جدیدیه، اتفاق 6 ماه گذشته است. تا 6 ماه گذشته هیچ کس از جمله اتحادیه پر اقتدار اروپا باورش نمی‌کرد که رئیس جمهور زنباره، زن ستیز و نژاد پرست آمریکا که نزدیک 60% در آخرین نظرسنجی از داشتن شرمنده بودن در داخل خود آمریکا دست به این کار بزنه و این کار غیرقانونی انجام بده. قرارداد برجام رو پاره کنه. به حال بود. ما مشکل داشتیم حل می‌کنیم. همین تلویزیون ما که میگیم در مورد عراق و اینا صحبت میکنه 2-3 سالی هست که ما هر روز داریم سپرده‌گذاری رو نشون میدیم که در مقابل شعب مختلف وایسادن و به هر حال به خاطر نقص بزرگی که در نظام بانکی ایران هست و مسائلی که هست پول خودشون رو نمیتونن پس بگیرن. اینو که آقای ترامپ به وجود نیاورد. ولی ببین بین اون و چیزی که شما اینجا دارید تفاوت های زراعتی. در سال 2008 نوردن راک در انگلستان نزدیک 10 میلیارد بدهی داشت. فنی بانک معروف آمریکا همینطور 800 میلیارد دلار دولت آمریکا پول داد که بتونه سپرده‌گذاری آمریکا رو بهشون پول بدن. شما ازش 10 میلیارد پوند از جیب من تکس دهنده در انگلستان به بانک‌هایی رفت که پول مردم رو خورده بودن و ورشکست شده بودن. اون به بنبست سیاسی نمی‌رسید. خب بین بنبست سیاسی و بحث فروپاشی که یک حربه سیاسی برای ضریب دادن به بی‌ثباتی در ایران. ببین در همین چند ماه گذشته یک از دلایلی که بازار ایران بی‌ثبات‌تر شد این بود که تلویزیون شما مردم رو ترسوند، هولشون داد به سمت بازار دلار، گفت همین الان بازار دلار رو پر کنید، به سمت احتکار اموال و غیره. این کار چون قبلا در کشورهای دیگه شده، در لیبی شده، در سوریه شده، ما با پروسه تضعیف و کلنگی کردن استیت یا دولت ملت در منطقه‌مون در این 20 سال بسیار آشنا هستیم. یعنی چیزی که شما از هر بچه سال اول علوم سیاسی بپرسید دیگه آشناست. پس شما این صحبتی که کردید چون که ما بتونم بحث رو به همه مسائلی که داریم برسونیم، این صحبتی که کردید چون که میگین 6-7 ماه هست، معتقدید این ساختار به هر حال مشکل رو حل خواهد کرد. ساختار ایران ببین آقای وزارت شما چی فکر می‌کنید؟ 40 سال این ساختار 10 ها برابر مثلا مشکل‌تر داشته. ما جنگی داشتیم که 5 میلیارد بودجهمون بود. بودجه ما برای کل کشور 5 میلیارد بود. جلوی عراق علاوه عربستانی که الان با آقای رضا پهلوی متحد شده، به علاوه کویت، به علاوه بحرین، به علاوه قطر، به علاوه امارات، به علاوه انگلیسی که به همین انگلیسی ما در زندگی می‌کنیم که فروش تسلیحات به صدام رو پس از بمباران شیمیایی مردم ایران 2 برابر کرد. ایران مقابل اونها وایساد و تونست یک قدم از خاک ایران از دست نده. برخلاف نظام پهلوی که بحرین رو از دست داد، برخلاف نظام پهلوی که یک بار نتونست از استقلال مردم ایران دفاع کنه. برای خیلی خوشحالم که شما امروز فرصت پیدا کردین در من و تو به هر حال این صحبت‌ها رو که دوست داشتید بزنید میزنید. آقای حقیقت نژاد خوش آمدید به برنامه هفتگی اتاق خبر. امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. اگر صحبتی دارید راجع به حرفایی که آقای علیزاده مطرح کردن بفرمایید که من سوالم از شما بپرسم. آقای حقیقت نژاد صدای من رو دارید؟ من فکر می‌کنم که ارتباطمون با آقای حقیقت نژاد از نظر تصویری برقرار هست ولی صدا رو من بله متأسفانه صدای آقای حقیقت نژاد نداریم. با شما بحث ادامه بدیم. چرا شما معتقدید که این 400 سالی که گفتید نبوده؟ چرا شما معتقدید که ما به هر حال در عرصه بین‌المللی اون اقتدار رو داریم؟ چرا؟ ببینید این پروسه‌ای که در همه کشورهای جهان که به جای رسیدن، به چین نگاه کنید شما، به خود آمریکا و انگلستان نگاه کنید، کشورهایی که به اون اقتدار رسیدن، من معتقدم که زیربنای توسعه سیاسی یعنی دموکراسی خواهی و توسعه اقتصادی یک چیزه، داشتن توسعه نظامی. کشوری که 24 ساعت اشغال شه نمیتونه به سمت ثبات اقتصادی بره. کسی نخواهد در اون کشور سرمایه‌گذاری اقتصادی کنه. اما ما الان به نظر من ما داریم به آخرین پیچ ثبات نظامیمون میرسیم. ببینید ما لقمه بزرگی برداشتیم. ما از لبنان، یعنی ما برای اولین بار از زمان هخامنشی‌ها رسیدیم به دریای مدیترانه. از لبنان ما نفوذ و اقتدار داریم تا کجا میاد به کریدور سوریه رد میشه. آقای زراعتی 6 سال 7 سالی که همه کشورهای دنیا گفتن سوریه سقوط خواهد کرد و دیدی تونستیم. جوانان ما در سوریه تونستن. به یاری اهورامزدا همین گونه هم دوباره برمیگردیم به جایگاه اصلیمون در حمله پیش از اسلام به ایران. دوباره برمیگردیم به دوران ساسانیان. دوباره تا دریای مدیترانه رو ما هستیم که اونجا میتونیم تسلط داشته باشیم. دوباره ما هستیم که آقای دنیا خواهیم شد چون میتوانیم. و این بار جلوی شما مبلغین ذلت ملی خوشگل جیگول میکنید و کراوات میزنید و میایید توی من و تو اینا، شما حرام لقمگانی که فقط تو دل خالی میکنید.
خواهد رفت. آمریکا سرش رو پایین انداخته و سوریه رو پذیرفت. اسد این چنین اقتدار ایران. حالا برسه به عراق و برسه به ایران، مسلمه که اونور نمیگذاره که ایران به چنین چیزی برسه. ولی اگر از این پیش رد شیم 10 سال آینده ایران جزء 5 تا 10 کشور مهم جهان خواهد بود و این مهم بدون داشتن ایدئولوژی که بتونه درش افرادی بذاره که از این مسائل دفاع کنن. ببین فرق الان با زمان شاه اینه، وقتی که شاه که بهش در تمام اسناد انگلیسی و آمریکایی ارتباطمون با آقای حقیقی نژاد برقرار جمله‌ام تموم شه. خب خیلی کوتاه کسی در تمام اسناد آمریکایی و انگلیسی به محمد رضا پهلوی میگن شاه چمدانی، سوتکیس کینگ به این علت که چمدان رو همه رو به هر حال شما آماده کرده بودید که قابل صحبتاتون رو ببینید. چمدان آماده بود که هر لحظه که بخواد بره سال هست، ولی واقعا بحث سال 32 رفت، سال 57 رفت. فرقش اینه ببین الان ما ارتشی داریم که وای میسته سوریه رو از حلقوم آمریکا و عربستان وهابی بیرون میکشه. خب بعد از 7 سال سوریه این چنین اتحاد ایران یعنی امنیت مرزهای غربی ایران. بله بذار ببینیم نظر آقای Don't let me move.